وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 4 آگوست گفت در 6 ماه 143 کس را با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع و تروریستی و افراطگرا دستگیر کردند. با گفته رمضان رحیم‌زاده در 6 ماه امسال از 2 عمل تروریستی پیشگیری و 1 عمل تروریستی ثبت شده است. 1 عمل تروریستی در شهر اسفره بوده است ولی در این نشست درباره آن جزئیات داده نشد. برادران مسلمان 3 نفر، دولت اسلامی 26 نفر، سلفیت 45 نفر، گروه 24 13 نفر، حزب نهضت اسلام 6 نفر، جماعت انصارالله 2 نفر، حزب او تحریر 6 نفر، القاعده 3 نفر، جماعت تبلیغ 8 نفر، حرکت اسلامی ازبکستان 18 نفر، پیمان ملی 14 نفر دستگیر شده است. سازمان‌های حامی حقوق بارها اظهارات مقامات تاجیک را درباره بازداشت افراد گمانبر به تروریسم زیر شبهه برده گفتند مبارزه با افراطگرایی همچون بهانه تعقیب مخالفان سیاسی استفاده می شود. مقامات این بیانیه‌ها را رد کردند. مسئله عرض شکایت اوید علت کوبی وزیر تندرستی در محکمات کارهای داخلی یکم عرض شکایت یکم لطوکوبی وزیر تندرستی یکی از موضوعهای دیگر این نشست بود. پس از 2 هفته واقعه سران وزارت کارهای داخلی گفتند در این مورد به آنها هیچ عرض شکایت نشد. برخلاف خبر باز شدن پرونده حالا معلوم شد که تفتیش در این سمت برده نمی شود. اخباراتی هم وارد شده نیست. این گپ‌ها من یکم بار میشنوم و اون چیزی که در اینترنت پخش شد من پرسان شدم یکم عرض شکایت یکم این مسئله خاطر یکم حالتی مراجعت هم داخل شدگی نیست. پیشتر منابع رادیو آزادی گفتند وزیر جمال الدین عبدالله زاده روز 20 ایول از سوی 3 خواهرزاده رئیس جمهور لطوکوب شده است. عبدالله زاده پس از 2 هفته واقعه در عکس‌های نمودار شد ولی دقیق نیست که عکس‌های وزیر واقعا روز 3 آگوست گرفته شدند و یا کهنه‌اند. با اظهار نظر وزیر کارهای داخلی دقیق شد که لطوکوب وزیر جمال الدین عبدالله زاده از سوی مقامات تحقیق نمی شود.